هنگامی که عیسی در بیت لحم یهودیه در دوران پادشاهی هیرودیس به دنیا آمد، 3 موغ از مشرق زمین به اورشلیم آمدند و گفتند: کجاست آن پادشاه یهود؟ زیرا ما ستاره او را در مشرق دیدیم و برای پرستش او به اینجا آمده ایم. چون به آخر آمدند، نوزاد را با مادرش مریم دیدند. آنها در مقابل آن نوزاد زانو زدند و او را پرستش کردند. انجیل متی از هدایای سخن به میان می‌آورد که مجوسان یا 3 موغ به عیسی دادند. سپس هدایای خود را به آن کودک تقدیم کردند، یعنی طلا، کندر و مر. این مردان به راستی دانا بودند. آنها زمان، علم و گنج‌های خود را فدای دیدن پادشاه واقعی جهان کرده بودند. هنگامی که آنها به حضور عیسی آمدند، به زمین افتادند و او را پرستش کردند. با انجام این کار آنها هم به الوهیت مسیح و پادشاهی او شهادت دادند. هدیه‌ای که مجوسان با خود آوردند دارای ارزش و اهمیت نبوی قابل توجهی بود. طلا، کندر و مر هدایایی است که شایسته یک پادشاه است. طلا نمادی از الوهیت مسیح به عنوان پادشاه جهان است. کندر نشان دهنده خلوص او به عنوان کاهن اعظم خداوند و مر حکایت از کار مسیح و مرگ او اشاره دارد. بیایید ببینیم کتاب مقدس درباره این هدایا چه چیزی را آشکار می‌کند. طلا در کتاب مقدس نماد خداست. در قدیم از طلا برای احترام به پادشاهان استفاده می‌شد. سلیمان پادشاه تختی از عاج داشت که با بهترین طلا پوشانده شده بود. به نقل از اول پادشاهان 10-18. خیمه اجتماع به طلایی مزین شده بود که به طور نمادین به مسیح اشاره می‌کند. صندوق عهد از چوب عقاقیا که نماد انسانیت عیسی ساخته شده بود و با طلا که نماد الوهیت اوست پوشانیده شده بود. از آنجایی که طلا نشان دهنده خداست، جای تعجب نیست که بسیاری از بت‌ها و خدایان دروغین از طلا ساخته شده بودند. طلایی که توسط یکی از مجوسان داده شد، سمبل پادشاهی قوم که از طرف خداوند به نوزاد داده می شود اشاره می کند. هدیه این مجوس دانا عیسی را در بعد تولد به عنوان پادشاه به جهان معرفی کرد. به نقل از متی 2:2. کندر گیاهی دارویی یا رزینی معطر و شفاف است که از آن در ساخت بخور و عطرهای خوشبو استفاده می شود و به دلیل عطر و خواص درمانی آن بسیار ارزشمند بود. کندر ماده‌ای بود که در عبادتگاه خداوند در خیمه اجتماع به نقل از خروج 30:34 استفاده می شد. کندر همچنین نماد دعاست. به نقل از مزامیر، لوقا و مکاشفه. کندر سمبل مقام عیسی به عنوان کاهن اعظم خداوند در نظر گرفته می شود. هدیه کندر که توسط یکی از مجوسان داده شد به خدمت عیسی به عنوان کاهن اعظم خداوند اشاره مستقیم می کند که به مدت 3.5 سال به مردم خدمت کرد. مرقس 10:45 میگه: زیرا حتی پسر انسان نیامد تا خدمت شود، بلکه خود برای خدمت آمد و جان خود را فدیه بسیاری کرد. مر ادویه‌ای بود که برای دارو، لوازم آرایشی و روغن مس استفاده میشد. این روغن برای مس کردن انبیا که برای خدمت الهی برگزیده میشدند و رابطه بین خداوند با قومش بودند استفاده میشد. عیسی نیز به میان قوم بنی اسرائیل آمد. به نقل از متی 15:24. این هدیه به خدمت عیسی به عنوان نبی اشاره می‌کند. تثنیه باب 18 آیات 17 و 18 میگوید: خداوند به من فرمود درخواست آنها بجاست. من از میان آنها پیامبری مانند تو برای ایشان خواهم فرستاد. به او خواهم گفت که چه بگوید و او سخنگوی من نزد مردم خواهد. خود عیسی منصب خود را به عنوان پیامبر برای اسرائیل تأیید کرد. او با سخنانش منصب پیامبری را به خود نسبت داد. لوقا 13:33 میگوید: اما امروز و فردا و پس فردا باید به راه خود ادامه دهند، زیرا ممکن نیست نبی بیرون از اورشلیم کشته شود. متی 13:57 پس عیسی به ایشان گفت: نبی همه جا مورد احترام است جز در وطنش و در میان خانواده خود. آری، عیسی به عنوان یک نبی اراده پدر را انجام داد. یوحنا 4:34 عیسی به آنها گفت: رسالت من این است که اراده فرستنده خود را انجام دهم و کار او را به پایان برسانم. اما هدیه مر سمبل چیز دیگری هم هست. علاوه بر مس انبیا، از روغن در شستن مردگان نیز استفاده می‌شد.
مر به هنگام تولد عیسی که سمبل زندگانی او به عنوان نبی بود به او اهدا شد و در هنگام مرگ او نیز برای معطرسازی بدن او استفاده شد. مرقس 16:1 میگوید و چون سبت به پایان رسید مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب و سالومه عطر خریده بودند تا بیایند و او را مسح کنند. یوحنا 19:40 میگوید آنگاه جسم مرده عیسی را گرفتند و آن را به جامه کتان با عطریات پوشانیدند چنانکه یهودیان در دفن کردن رسم داشتند. عیسی به عنوان پادشاه اسرائیل یعنی مسیح، کاهن اعظم خداوند برای کفاره گناهان انسان و نبی خداوند که سخنان خداوند را بیان می‌کند آمد. هدایای مجوسان نمایانگر هر یک از مناصب عیسی مسیح بود و به تمام کارهایی که او در تجسم و تجلیل خود انجام میداد اشاره میکرد. همانطور که مجوسان از وقت، علم و گنجهای خود صرف نظر کردند، ما نیز باید همه چیز خود را فدای عیسی کنیم. پس به محبت، وفاداری و تمام کارهایی که او برای ما انجام داده شهادت میدهیم. آنگاه ما نیز مجوسان دانا خواهیم بود.